خونه‌ای دو دسته قانون باید وجود داشته باشه. یک دسته قوانین همگانی که رعایتش مال همه است و بزرگ و کوچیک نداره. یه دسته هم قوانینی که در مورد بچه‌ها اعمال میشه و پدر و مادر مجریشن. خیلی وقتا دلیل اینکه ما نمیتونیم قوانینی که مربوط به بچه‌هاست رو درست اجرا بکنیم به خاطر اینه که خونه ما تو اجرای قوانین همگانی مشکل داره. قوانین همگانی چیان؟ اینکه تو این خونه هیچ کس به کس دیگه بی‌احترامی نمیکنه، کسی روی کس دیگه دست بلند نمیکنه، کسی دیگر رو تحقیر نمیکنه، همه تو انجام کارهای خونه با همدیگه مشارکت میکنن، هیچ کس در تایم خانواده بیش از اندازه از گوشیش استفاده نمیکنه، هیچ کس توی این خونه سیگار نمیکشه، هیچ کس توی این خونه به صورت مکرر مشروبات الکلی مصرف نمیکنه. اینها قوانینیه که اگر من و شمای پدر مادر رعایتش بکنیم بعداً میتونیم در موردش با بچه‌ها هم مذاکره بکنیم. اما پدر مادری که خودش الگوی خوبی برای اجرای این قوانین نیست هیچ وقت نمیتونه اینها رو به صورت مشخص در مورد فرزندانش هم اجرایی بکنه.